شام 29 اکتبر سال 2023 نشر نوبتی برنامه پیسنیت وسی دوشه در تایه یکی از معروفترین شومن‌های روس اندری ملاخوف در شبکه تلویزیونی روسیه یک نشر شد. این شماره برنامه را بخصوص در تاجیکستان به صبرانه منتظر بودند، چون که یکی از میمان آن این نوبت آوازخوان و شیرینکار شناخته از دهه دوردست چگم در جنوب تاجیکستان قدم قربان بود. اندری ملاخوف از 1.5 ساعت برنامهش 15 دقیقه آن را به این ستاره خودرو از دهه چگم اختصاص داد و با وجود موج انتقادهایی که قدم قربان قبل از نشر شو ملاخوف دچار شد، حالا میتوان به باوری گفت که یکی از هنرنمایی‌های اصم خاطرمان و دلنشین در این شماره برنامه محض هنرنمای آوازخوانی تاجیک بود. قدم قربان در دقیقه 25 برنامه حاضر شد و تا دقیقه 40 برنامه را به قول معروف ترکاند. او در آغاز چند مصرعی از ترانه‌های مشهورترین خود از جمله لیکی لیکی، ترانه‌های زوبی زوبی و می لاویو از فیلم‌های در زمانش پرتماشابین هندو را خواند. هنرنمایی شاکارش سر پاورات را با سینتزاتور اجرا کرد و در آخر ترانه من با دختری وا خوردم از فیلم مشهور 70 سال پیش تاجیک فیلم را بازخوان کرد. بعد این اندری ملاخوف گزارش تلویزیونی از دهه چگم زادگاه قدم قربان را نشان داد. قدم قربان هم چون سر مزار پدر و مادری بر وقت از دنیا رفتهش گل محمد و شریفه ما قربانوف رفته به یاد آنها در سر خاکشان سوره را از قرآن قرائت کرد. قدم قربان هم چون فهموند که چرا حولیش دروازه ندارد. من مخصوص دروازه نشنوندم، چون که در من همیشه بروی همه باز است، بروی همسایه و خیش و تبار اهل دیه، بروی شناسان تا ناشناسایی که به در ما قدم رنجه می کنند. در ما باز و دستارخانمون برای میمانان کشوده است همیشه نقل کرد. و در این گزارش از چگم قدم قربان در استودیو با خواهش اندری ملاخوف بار دیگر قصه دزدی همسرش را نقل کرد. سپس قدم قربان به اندری ملاخوف جامعه زرباف و توقیع چگم با نوشته پریوت اندری که نام برنامه اساسی ملاخوف در شبکه روسیه یک است پوشاند. در انجام او به ملاخوف اصل و خوشمیوه های تاجیکی توفه کرد و به تماشابینان باز چند پاره دیگر از ترانه‌هایش را خواند.